نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان إن الشيطان للإنسان عدو مبين
إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله العلي العظيم اللهم صل على روح سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إلهنا وشفيع قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بگوید آنقدر صیاد ما را که گاهی بشنود فریاد ما را
خوش گذرد زندگی خضر کم است، ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است. ای بنده تو سخت بی وفایی، از کبر به سوی ما نیایی. گر دردی هم به جان زارد، زاری بکنی دویده آیی. گر دردی هم به جان زارد، زاری بکنی دیگر نایی. آنگه که تو را شفا ببخشم آسوده شوی دیگر نایی. غم مخور ای بنده غم خارت منم، این جهان و آن جهان یارت منم. غم مخور ای بنده غم خارت منم، این جهان و آن جهان یارت منم. چند روز هر کجا خواهی برو، بازگشتی آخری کارت منم. چند روز هر کجا خواهی برو، بازگشتی آخری کارت منم. گر سحرگامی بنالی زار زار، دوست داری نالی زارت منم. غم مخور ای بنده غم خارت منم، این جهان و آن جهان یارت منم. چند روز هر کجا خواهی برو، بازگشتی آخری کارت منم. چند روز هر کجا خواهی برو، بازگشتی آخری کارت منم. رو بدار و خانه لطفی منم، چون شفای جان بیمارت منم. غم مخور ای بنده غم خارت منم، این جهان و آن جهان یارت منم. چند روز هر کجا خواهی برو، بازگشتی آخری کارت منم. گر به جنت می روی بی ما مرو، گر به جنت می روی بی ما مرو، چون صفای باغ گلزارت منم. غم مخور ای بنده غم خارت منم، بازگشتی آخری کارت منم. پروانه سوخت در دم مردن به شمع گفت، من سوختم نصیب تو داغی ندامت است. ساقی چه منتی دستار میکشی، آدم شوی با فرق تو تاجی کرامت است. قارون به خاک و تخت سلیمان به باد رفت، آن دولتی که نیست زوالش قیامت است. لا اله الا الله، 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 لا اله
از حی هر محفیلی که در وی گفتگو کنند از حی میره محفیلی آنها لا اله الا الله میره محفیلی آنها لا اله الا الله میبرد غم از دلها لا اله الا الله زنده میکند جانها لا اله الا الله. بعد از آن گویم درودی مصطفی آن رسول هاشمی سید هر دو سران از حیرت طرزی رخت بگذاشتن اندر زمان بگذاشتن اندر زمان یوسف وطن آهو خوتن توتی سخن بلبل چمن توتی سخن بلبل چمن از حیرت طرزی رخت بگذاشتن اندر زمان بگذاشتن اندر زمان یوسف وطن آهو خوتن توتی سخن بلبل چمن توتی سخن بلبل چمن ای اولین صنع خدا ای بهترین انبیا ای اولین صنع خدا ای بهترین انبیا دستت سخا کلکت قضا دیند هدا شرعت غلب از حیرت طرزی رخت بگذاشتن اندر زمان بگذاشتن اندر زمان یوسف وطن آهو خوتن توتی سخن بلبل چمن توتی سخن بلبل چمن هزاران درود و هزاران سلام زما بر جناب محمد علیه السلام. تشکر. به قاری ممتاز شمشاد تشکر میگوییم. پیش از همه با تلاوتی از کلام الله ایمان ترس خدا را بر ما یادرس و قوت تقویت دادند. دوستان عزیز، واقعا هم قرآن معجزه الهی هست. الله دلها آرام میگیرد. و دیگر که دوستان، الله سبحانه و تعالی چون انسان را پدری همه بشریت آدم علیه السلام را آفرید، از زمین خاک به خاطر راست کردن جسم انسان انتخاب کرد و به خاطری که این جسم حرکت کند، نطق کند، شنود، بیند، به او روحی از جانب خویش دماند. یعنی ما و شما از جنس خاک، از زمین هستیم و اگر با اصطلاح دیگر گوییم روح ما این آسمانی هست. الله مهربان به هر دو این، هم جسم و هم روح، گوییم ماده یا منفعت های غذایی را عطا کرده است. غذای جسم ما از همین زمین هست
انسان با خوردن، با آشامیدن این جسم را نگه می‌دارد، تقویت می‌بخشاند. اگر انسان از این غذاها دست کشد به هلاکت می‌رود. روح ما که آسمانی هست، به این نیز الله غذای آسمانی را عطا فرموده. این هم بیشک قرآن است. با قرآن بودند، قرآن را گوش کردند، به آن عمل کردند و در حیات با او زیستند. بهترین این غذای روح ما و شما است. اما هر کسی که از این غذای زمینی خورد معیشت بکند، اما از غذای آسمانی اگر روی گرداند در وی زندگی تلخ است. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. هر کسی که از ذکر من میگوید، از قرآن اگر روی گرداند، برای او زندگانی تلخی هست، زندگانی وزنینی و تاریکی است. دوستان، مهمانان عزیز، این نشست ما انشاءالله بگذار باشد که هم غذای مادی و هم غذای معنوی باشد. از این ناز نعمتی که در بالای میز هست مرحمت تناول کنید و اما گوش و سخن دانشمندان کنیم، چون این گفتیم غذای معنوی از این هم دیدن ضرورتر است. حالا با تکلیف و خواهشات صاحب محفل از داماد محترم، کسی که برای منفعت جامعه بسیار و بسیار خدمت کردند و کرده ایستادند، از داماد حاجی مرزا خواهش میکردیم که سخنهای نصیحتی و تبریکاتی و دعا در حق فرزند حاجی خالد جان عمر جان کرده باشند. مرحمت حاج داماد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و گرامی، خاندان این بابی حاجی انس و برادری خیلی گرامی ما حاجی خالد را به این لحظه هایی که الحمدلله در چهره هاشون
خرسندی و تبسم هویدا هست. تبریک و تهنیت میگویم و از اللهی که بسیار بسیار مهربان و بی‌نهایت بی‌نهایت رحیم و کریم است خواهان اون میشوم که همیشه خاندان‌های این برادرای ما علخصوص بابی حجره خرسندی هاشون را برقرار و بردوام نگه دارد. همه غم و دقت و سختی ها تشویش ها را از بالای خاندان و سر از من دور گرداند و این فرزند را که با خیلی آرزوها با خیلی تمنیت ها و چقدر هوس ها اینقدر سبب یک واخوری بی نهایت نیک و خوب گشته است. الله مهربان آینده های نیک فرزندی که نور چشم پدر و مادر در دنیا و در آخرت باشد، فرزندی باشد که اگر شده که پدر و مادرم در حیات باشد ولی با سبب عملهای صالح خود نامه اعمال پدر و مادر پر از ثواب میکند. خدا از جمله همان فرزندها گرداند و آن خیر و آن اجر و آن پاداشی که در این نشست ما هست. عزیزای خدا میگفتند بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. خدا از این بهترین ثواب و پاداش در نامه اعمال همه شما حاضرین محترم الله مهربان کتابت بفرماید. برادران عزیز و گرامی، منم در نوبت خود میخواستم اندک یک نصیحتی را برای شما داشته باشم و از الله مهربان خواهان اون میشوم که عزیزای خدا میگفتند گوش باید که بشنود این را، بکند فکری جان شیرین را. چشم باید که عبرتش بیند و بر سر جاده عمل شیند. خدا کند که این پند و نصیحت هایی که در این محفل می شود، در این نشست می شود، برای همه شما گوشی گوش کننده عطا کند، برای شما گوش های که گوش های قلبی باشد و خوب درک نمایید و خوب گوش اندازید و بعد این انجام این محفل هر یک کدام شما را خدا توفیق دهد که آنچه شنیدید شما را پایبند عمل گرداند. برادران عزیز و گرامی، حضرت مولوی رحمت الله علیه می گفت بدیل از ذکر گفتن پر شود نور، شود هر ظلمت از نور حق دور. عمل کن جمله گفتاری عزیزان، مشو آلوده بر این بهتر میزان. رفیق اهل کمیاب است هشدار، حذر کن از قرینهای دلازار. برو بنشین به نزد کژدم و مار، مرو بر نزد هر شیطان مکار. کشد هادی تو را در راه مسعود، برد گمراه تو را در راه مردود. زبو جهلان گریز ای یار احمد، اگر تو امت هستی بر محمد صلی الله علیه وسلم. برادران عزیز، اگر من به تحلیل این سخنهای حضرت مولوی گذرم، من گمانم همین است که این محفلی که برادر ما حاجی خالد کردن، اگر طی 2 یا 3 ساعت باشد، 10 محفل پی در پی که باشد، در زیر این سخنهای این عزیزای خدا تا حال انجام نمی یابد. ولی به هر حالم که باشد،
من برای شما مختصرا کمی بیان میسازم، زیرا که هر کدام این به مثال همان تاک انگور چگونه ای که خوشه های انگورش کشاله در هر یک کلمه و در هر یک جمله این آیت های قرآن آویزانند. فقط با یک رنگ عادی برای ما بیان کرد تا که می آید زمانهایی که مردم ما دیگر ادبیاتش خیلی ضعیف می شود، معنویاتش خیلی پست می شود که حتی عادی ترین بیان ها را دیگر از روی بیسوادی ما دیگر فهم کردن نمی توانیم. زین خاطر برادران عزیز و گرامی حضرت بینن می فرماید بدیل از ذکر گفتن پر شود نور، شود هر ظلمت از نور حق دور. برادران عزیز، شما همین نشسته که الها داره شما را عادی تصور نکنید و اگرچه در گمان شما عادی هم باشد، ساده هم باشد، ولی این با خود به نهایت حکمت و پاداش بسیار بلندی دارد. شما بینید در روایت ها ما داریم لکل شیء سقاله و سقالة القلوب ذکر الله عز و جل. برادران عزیز، هر چیز با خود میگه رونده دارد. همین بالای میزه که ما نشستیم گرد گیرد با به خودش یک رونده دارد، گرچه دور میکنه. یک آهن زنگ زند ماده های کیمیایی بسیار است، میریزنش زنگش دور میشود. ولی حبیب خدا میگوید که دل شما هم زنگ میزند، دل شما هم گرد میگیرد و همان گرد و همان زنگ قلب شما را هیچ ماده کیمیایی در کار نیست. میگوید یگانه چیزی که از قلب شما باید دور میکند و شما را در چارچوبه آدمگری نگه میدارد و شما قدم بیجان میگذارین و شما هیچ لحظه از یاد پروردگاری که آفریدستان و در پیشتان طعامهای رنگابرنگی که مزه کرده میخورین، این از یاد شما نمیبراید زمانی که شما در این گونه محفل ها اشتراک کنید. این ذکر خدا، این یاد پروردگار انا همان قلب های شما را مثل آینه واری روشن میکنه. برادرای عزیز، بینید من هر چیزی که برای شما میگویم قسم به بزرگی عقلگرایی خودم نیست. هر چیزی که برای شما گویم از یگان استعدادی سخنرانی من نیست، مگر آن چیزی را که میگویم در پیش چشمم حدیث های پیامبر گرامی میگذرد. حبیب خدا میگوید لا تکثر کلام بغیر ذکر الله فإن الكلام بغیر ذکر الله قسوة للقلب و این ابعد الناس من الله القلب القاسي. حضرت میگوید بسیار سفسطه نگوید، بسیار هرچی نگوید، بسیار بیهوده نگوید، زیرا سبب بسیار بیهوده گفتن شما تأثیرش به قلبهاتون میرسد. قلبهای شما را مثل همین پلتوهایی که میپوشید سیاه میکنند. این سخن پیامبر گرامی است برادرای عزیز. و هرگاهی که پیغمبری خدا گفت و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، خدا میگه هرچی محمد گفت شما یقین دانید که او را من گفتم، نه محمد گفت. و این ابعد الناس من الله القلب القاسي. پیغمبر میگه دورترین مردم از رحمت من بینه کی است؟ آن کسی که قلب سیاه دارد، دل سیاه دارد. انا همون دل سیاه را برادرای عزیز من اینجا در خود از شما دانشمند نمیگیرم. انشاءالله شما هم اینجا اهل معنای اهل معرفت، شما الحمدلله رب العالمین بندهای خوبی خداین. عزیزای خدا میگن کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق که میداند. انشاءالله شما هم بندهای خوبی خداین، ولی احترام کردین و میکروفون در دست ما دادین و یک چیز برای تبریکات این برادر و همچه یک بنده عادی پروردگار به خاطر که هم ثواب گیرم و هم شما به سبب گوش کردن هم ثواب گیرید،
بیان دارم، برای شما معلومات میدهم که انشاءالله ببینید شود هر ظلمت از قلب تو دور. دیگه وقتی تو در این گناه محفل ها که نشستی، چگونه که برادر ما داملا عبدالجمیل گفتن که خدا میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب، البته قلوب ها را آرامش میبخشد، قلب ها را پاک و صاف میسازد، در فکر آدم اندیشه های خوب و نیک میارد. وقتی انسان از ذکر آگاه میشود، از محفل ذکرها استفاده میبرد و این نشست های ما و این گفتگوهای ما هم برادرای عزیز قلب های ما را پاک میسازد. تا چند ما و شما را باز آدمای با رحم و با انصاف میکنند، آدمای میکنند که حق را حق میبینیم، باطل را باطل میبینیم. همه انشاءالله توفیل این نشست های ما هست، این نشست ها و این محفل ها هست. بیم پروردگار در چندین جای قرآن الله مهربان برای ما خبر و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه والذین هم عن اللغو معرضون ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. بین خدای مهربان میگوید در بیهودگویی، در بیهوده گوش کردن شما سعی نکنید، کوشش نکنید خداتون در اونجا من نسازید یا محبت نبندید. برای چی؟ زیرا که ببین عزیزای خدا هم برای ما میفرمایند که هر کی با دونان نشیند همچون دونان دون شود، با خیرتمند نشیند عقل او افزون شود. گاوخر را گر ببندی هر دو در یک آخر رنگ دیگر گم نگردد، طبع دیگر گم شود. از نشست ها ما بسیار نشست از وقت توش مردم تاجیک ما میگفت با ماه شینی ماه شوی، با دک شینی سیاه شوی. اینا بیهوده نیستن، همه اینا با خود تأثیر دارن. شما بینید سوره فرقان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. صدق الله. خداوند همنشینی بعد شیطان میخواند. شما بینید قصه درباره امیه ابن خلف لعنت الله علیه و قصه درباره ابن ابی معید لعنت الله علیه میرود که وقتی که ابن ابی معید با پیامبر راه پیامبر اختیار کرد، ایمان آورد، دست داد، لیکن رفیق ناخوب و رفیق پلید که بود امیه ابن خلف گفت رفیقی ما تمام، تا زمانی که از پی پیغمبر کنده نمیشه محفلی او را ترک نمیسازی تو به من یار رفیق نیستی دیگر. ابن ابی معید هم ترک. بعدا خداوند میگه که انا همین انسانی که راه پیغمبر ترک کرد روز قیامت یعض علی یدیه، میگه پشت دست میگذد و در اونجا خواهش میکنه یا لیتنی ای کاش که من راه محمد ترک نمی کردم، ای کاش که این راه را من برای خود راه دائمی میگیرید. الحمدلله رب العالمین که چی نشستی خوبه داره، چی نشستی نیکی داره. برادران عزیز و گرامی، اینجا در داملاهای استاد ما اکای داملا محمد الله حضور دارم. من صحبت طولانی و کردنی نیستم، فقط یک حدیث را در ذهنم آمد که در جامع ترمذی با اسناد حسن و صحیح میگذارد که راوی او ابی امامه باهلی هست که میگه در آخران حجی که حج وداع میگویند، آخران حجی که حبیب خدا انجام دادند، در اونجا با این توده مردم مسلمان بسیار یک نصیحت و وصیحت خیلی والای را کردند و حضرت همان سال آخری از حیاتشون بود. چی نصیحت زیبا کردند و تمام مردم و همه ما. من همون با شما یک گوش زد میکنم. پیامبر گویم در دم آخری از حیاتش چی گفت؟
یکم گفت اتقوا الله، در دوامش و صلوا خمسکم، در دوامش گفت و صوموا شهرکم. ببینید چهارم گفت و اطیعوا اموال زکات، و دیگر گفت و اطیعوا امراءکم تدخلوا جنت ربکم و ادوا زکات اموالکم و اطیعوا امراءکم تدخلوا جنت ربکم. پیامبر گرامی گفت از پروردگار بترسید. ولی من در اولی خطبه‌ای که برای شما خواندم آیاتایی که از سوره مبارکه آل عمران بود 102، از سوره مبارکه نیسا بود اولی آیت، از سوره مبارکه احزاب بود آیت 75. هر کدام اینا ببینین چی میگن؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمانی به پروردگار دارید از پروردگار بترسید، حق تقاتی، آن مقداری که سزاوار ترس است، همون مقدار از پروردگارتان بترسید. برادرای عزیز از خدا بترسید. الله تأکید داره حق تقاتی. عبدالله ابن مسعود میگه حق تقاتی یعنی آن مقداری که سزاوار ترس است. چه مقدار است؟ حضرت بیان کردن که خدا را اطاعت کن، نافرمانی نکن، خدا را یاد کن، فراموشش نکن، خدا را شکر و سپاس بگو، کفر و ناسپاسی نکن. عبدالله ابن عباس در زیر این آیت گفته است سزاوار ترسیدن خدا این است که یک میجه زدن باید پروردگار از یاد شما دور نباشد. یک اندازه میجه زدن. چگونه که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. اگرچه شما خدا را نمیبینید که خدا شما را میبیند. اگرچه این چشم ها در دنیا خدا را دیدن نمیتواند، ولی چشم خداوند همه چشم ها را میبیند. از پروردگارتان میترسید. برادرای عزیز، چگونه که محبت خدا به خودش میوه دارد، چگونه که تقوای پروردگار هم به خودش ثمرات دارد، با خودش میوه ها دارد. به خداوند در قرآن میگه کسی از من میترسد یکم از همین ریسک که اون نالان است، همین نرسیدنی مادیاتی که در او هست، من از همین دایره وای بیرون میکشم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا میگه یکم ثمرات تقوا، یکم میوه ترسیدن از من این است که از همه راهات را بیرون میکنم، از راههای بد و سختی ها، و برای تو ریسک فراوان میتیم. دیگر میوه تقوا را بین. خدا چی میگه؟ و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. اگر تو از من میترسی همه کار را برای تو آسان میکنم. ببینید همه کار برای تو آسان میشود. هیچ کاری در تو گره نمیزنند، هیچ کاری در دنیا برای تو پرابلم نمیشود اگر تو از پروردگارت بترسی. این خدا گفته است. خداوند میگه اگر از من بترسید، ببینید لا یضرکم کیدهم شیئا، کسی از من میترسد هیچ نقشه دشمن بالای او مطرح نمیشود. هرگاهی که کسی نسبت او بدی دارد، میخواهد برای او چاهی کشد، میخواهد او را در یگان فلاکت اندازد، خدا میگه اگر از من میترسی لا یضرکم، همش دنیا که خیزم به سر تو چیزی آوردن نمیتواند اگر تو از پروردگارت بترسی. زیرا که خدا چی میگه؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. شما یقین دانید که من همراه آدمایی هستم که از من میترسند، من همراهشون هستم. خدا در دیگر جای قرآن میگه ان الله یحب المتقین، من پروردگاری هستم که میترسیدگی ها ما دوست میدارم. کسی از من میترسد من دوست شو میدارم. خدا را در سوره آل عمران میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. کسانی که از ایمان دارید از پروردگارتون بترسید. خدا چی میگه؟ میگه من برای شما فرقان میدیم. فرقان به معنای
آنقدر چشم تا بکشان که خودت باطل از حق جدا میکنی. برای تو این نعمت ها را الله میرون در عوض تقوا، در عوض ترسیدن از خدا برای شما میتیند. شما یک چیز دیگر فراموش نکنید. من اون روز امام منذری کتابی الترغیب و ترهیب داره، خدا رحمتش کنه، خیلی جمع آوری حدیث کرده است. میگه کسی از پروردگارش میترسد، کسی از خدا میترسد، خدا در دل دیگران هیبت او را جای میگیرد، دیگران از وی میترسد. در او انسان یک هیبت، یک وقار پیدا می شود که حتی دیگر دلاوری با او سلام کردن و با او هم صحبت شدن نداره. این را میگه این هیبت خدا در دل مردم پیدا میکند به سببی که وی از خدا میترسد. شیخ سعدی در کتابش میگه حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین، که صاحب دل بر پلنگ نشست، همه رفت رهوار و مار به دست. میگه صاحب دل دیدن، یک آدمی میترسیدگی از خدا را دیدن، در بالای پلنگ سواره، در دستش یک مار داره. این اصلا برادر عزیز هر کسی که ببینه تعجب میکند، در بالای پلنگ دو تا درنده و در دستش مار. یکی گفتش ای مرد خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. چی کرده که درنده راه تو شد، نگین سعادت به نام تو شد؟ این در بستان شیخ سعدی میگذره. میگه گفت برادر همین مرا تعلیم نمیکنی؟ چی دعا میدانی؟ این چی سکرت داره که منم بالای پلنگ سوار شم و مار به دست بگیرم؟ میگه این شخص به طرف اون پرسنده گفت، بگفت ار پلنگم زبون است و مار، وگر فیل و کرگس شگفتی مدار. گفت بنده خدا گفت این حال تو تعجب میکنی، حیرت نمانی، اگر پگاه ببینی که من بالای فیل سوارم و در دستم کرگس هم دارم، تو حیرت زده نشو. سکرتش گفت همینه، تو هم از حکم داور سر مپیش، که سر نپیشد ز حکم تو هیچ. تو از پروردگار بترس، تو فرمان پروردگار تا اجرا کن، تمام درنده ها گرام تو می شوند، همه اینها مطیع تو می شوند، همه اینها تو را اطاعت بدونند. این از گفت آن چیز سیره که در من وجود دارد، من دیگر یکان چیز نمیدانم. عقبه ابن نافع برادرای عزیز وقتی میگه طرف شمال افریقا را ضبط کردن رفت، نزدیک همان افریقا آمدند، مردم گفت یکان جای خوب بیاوید، تو همینجا خیمه میزنیم، اینجا استراحت میکنیم، بعدا باز میرویم. آمد مردم میگه اصحاب پیغمبر دیدن یک میدان خالی خوب بود، لیکن شیر و پلنگ و مار زیاد داشته است. بعدا آمدن گفتن حضرت عقبه یک میدان خوب هست لیکن شیر و پلنگ و مار و همین درنده هاش خیلی زیاد. گفت با کی ندارم؟ حضرت عقبه خود که سراسر ترس خدا در وجودش بود، آمد میگه بالا یک تپه برآمد و گفت ای درنده هایی که گفت در این بیشه زندگی داره، من بر همه شما گفت مراجعت کردنیم به حکم آن پروردگاری که ما و شما را آفریده است. اینجا را ما برای خودمان خیمگاه میسازیم، به آزادی و به خوبی این میدان شما ترک سازیم، و این اگر ترک نکردی هر چیزی به سرتان آمد خودتان ملامت کنید. اصحاب پیغمبر بسیارش بودن، میگه تابعین بودن، میگه گفتن اینها میشنیده باشن، اینها این چیزا درک میکنن. میگه بعد اندک نگاه کردیم که هر یک درنده و هر یک خزنده ای که بود میگه با همراهی فرزنداشون میگه بیشه را ترک کردن گرفتن. حتی میگه اصحاب میگه گفتن حضرت اجازت باشد هلاک شو کنید. نه گفت اینجا خیانت میشود، اینجا جای هلاک کردن اینها نیست. گفت و تعجب هم نکنین، گفت اینها گفت و سبب آن از خانه های خود بیرون شدن که در وجود عقبه ابن نافع ترس پروردگار است. در وجود اینها هم خدا همون ترس جا کرده. برادرای عزیز، زی خاطر ترس برای انسان بسیار ثمرات خوب داره، بسیار میوه خوب میتیه. شما ببینید در دوره حضرت عمر مادری که دختر شد گویم تاکید میکرد که در شیر آب ریز تا زیادتر شود، تا 4 تنگه
به دست بیاره. دختر که خدا ترس بود گفت نمیگذارم. تو نمیدانی گفت که عمر رضی الله عنه فرمان برآورده است کسی با شیر آب ارارش میکند جزا داده میشه. مادر گفت دخترم گفت آخر عمر خواب است. گفت عمر از کجا میداند که ما در شیمان آب ارارش میکنیم؟ گفت مادر جان گفت عمر اگر نباشد، عمرم که اگر خواب باشد پروردگار عمر بیدار است. گفت پروردگار عمر میبیند. زین خاطر من گفت این کار را نمیکنم. برای چی؟ برای که باید ترس خدا دارد. برادران امروز ما با یکدیگر ملال بشیم برای چی؟ برای ترس خدا نداریم. یکدیگر حقارت میکنیم برای چی؟ برای ترس خدا نداریم. یکدیگر آدم فروشی میکنیم، اصطلاحات امروزه بگیم کیده تو پدستوی تو بلا بتر، همه این به خاطر چی هست؟ به خاطر ترس خدا نداریم. ما از خدا نمیترسیم. حق یکدیگر را میخوریم پروا نداریم، برعکس شادی میکنیم که ما فلانی را فریب کرده توانستیم. و در وجود ما که ترس خدا نیست، زین خاطر به همه راه ما میریم. یگانه آدم برادرای عزیز در همون گویم رمکه‌ای که میدراره و برای او یک انصاف و فراست جاری میکند، همین ترس خدا هست. بین حضرت عبدالله بچه حضرت عمر میگه یک چوپان بچه را دیدم در پهلوی کوه گوسفند زیاد داشت. گفتم این دایم در دم به همین گوسفندا باشد، این خدا را کی میشناسد؟ میگه نزدش رفتم برای سنجش. گفتم تو کی هستی؟ گفت من یک خدمتگار فلانی هستم. گفتم این مالها مالهای کیست؟ گفت مال همون خوجینم. گفت یک تکشا نمیکشی حضرت عبدالله ابن عمر، یک تکشا نمیکشی که مقصد همینجا ما و تو تناول کنیم. گفت آخر بعد خوجین من چی میگوید؟ گفت خوجین تا گفت هیچی گپی نه، بگو گرد خوردش سنجیده است، همون چوپان سنجیده است، کنی وای چی میگوید؟ میگم بعدا چوپان به طرف او گفت ای حضرت گفت حق مولام هم نباشد سردارم هم که نباشد، لیکن خدا ما را دیده است که آخی خدا ما را نظارت داره که بین برای آن که در وجود همین چوپان ترس خدا هست، حتی مال همون مرده کم خیانت نمیکنه. امروز چندی برادرها با ما تلفن میکنن میگه برادر عزیز دادر خود من فریب میکنن، دادر خودم هست بیگانه و که یک طرف دادرهای خودمان هست مقصد تجارت و کساد کردگی هم. برای که ترس در وجود نیست برادر عزیز. خداوند همه شما را عمر دراز تیه، همه شما را ایمان کامل تیه. خدا کند که در وجود همه شما ترس خدا باشه و این ترس خدا برادر عزیز بسیار میگم که انسان بسیار به یک صلاحیت و به یک بسیار خوبی ها میاره. ما ترس خدا را که در گذشته ها میبینیم، در قصه ها میبینیم، قسم به بزرگی خدا در نظرمان وقتی که میخوانیش حتی به امروزه اقتباس میکنی رنگ افسانه میتابه، مثل افسانه میتابه. حضرت عمر اینجا در برادرها خدا کند این دادرچه ما عمرم همون ننگ و ناموس و جسارت و غیرت حضرت عمر گیره. میگه وقتی به قیصر روم امپراتور روم در مکتوب نویسان، حضرت عمر که خودش آدم خدا ترس بود در اول مکتوب چی نویسان؟ ببینید ننویسان یکان کلمات خوب، گفت نامه به سگ روم، در بری بالا نامه به سگ روم. وقتی که زن در اونجا میگه در اسیر افریده بود برای آزاد کردن همون مکتوب روان کرد و پایانش نویسان گفت ای قیصر روم، ای امپراتور روم، همون زنی که در اسارت تو هست همون آزاد کن و ایلا اگر آزاد نمیکنی عسکر آماده میکنم که اولش در نزد قصر تای آخرش در مدینه و چگونه که تو حیات مال دوست میداری این عسکرای ما همچنان تمنای مرگ دارن، مرگ دوست میدارن. میگه وقتی این مکتوب خان میگه همون امپراتور روم میگه از جاش خیست لرزش گرفت. اون لرزه برادرای عزیز اون مرده کم لشکر داشت، اون ملک داشت. اون لرزه از حسابی ها ترس حضرت عمر از خدا بود که سخنش تأثیر داشت، سخنش در وجود در قلب و در جگر او تأثیر میکرد، برای که خود او انسان از خدا میترسید. ولی ابولیث سمرقندی میگه کسایی میگه حق موعظه دارن که 5 چیز داشته باشن.
یک چیزش همین است که وقتی خودش چیزی میگوید خودش عمل کننده باشد. عمل کننده نباشد سخنش تأثیر ندارد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. تشکر خداوند محترم، بیزار خداوند عزوجل کند که همه ما از اهل پرهیزگار باشیم و خداوند روز جزا با پیامبران و شهیدان و صدیقان و متقیان در جنات الفردوس جای عطا کرده باشد. بار دیگر میهمانان گرامی، همه شما امروز خوش آمدید گفته حالا از برادر عزیزمان قاری محمد نعیم جان خواهش میکنیم که غزلی برای ما قرائت فرموده باشد. برام ما در جهان غیر خدا یار نداریم. ما در جهان غیر خدا یار نداریم. ما جز غم او هیچ دیگر کار نداریم. مسکین و فقیر به کاشانه دنیا، مسکین و فقیر به کاشانه دنیا، با نیک و بدی هیچ کسی کار نداریم. نی مستی شرابیم و کبابیم و ربابیم، نی مستی شرابیم و کبابیم و ربابیم، پروای میو خانه خمار نداریم. گر یاری وفادار نداریم عجب نیست، گر یاری وفادار نداریم عجب نیست. ما یار بجوز حضرت جبار نداریم. ما شاخی درختیم پر از میوه توحید، ما شاخی درختیم پر از میوه توحید، هر ره گذری سنگ زند آر نداریم. ما توتی فقریم و شکر خواره مصریم، ما توتی فقریم و شکر خواره مصریم، چون زاغی سیاه میل به مردار نداریم. بینگر به دل خسته شمس الحق تبریز، بینگر به دل خسته شمس الحق تبریز، ما خود به جز این شیوه به گفتار نداریم. ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، ما جز غم او هیچ دیگر کار نداریم. تشکر زیاد، خوش آمدید. سلام باشید.
مهمانان گرامی، انشاءالله محفل امروزی نورانی و سنتی ما به اتمام رسیده ایستاده است. بار دیگر از نام بابا حاج بابا انس و فرزند عزیزشان حاج خالد همه شما به خوش آمدید میگیم و از درگاه الهی دعا و تمنای آن را میکنیم که خداوند بگذار هر لحظه هر دقیقه‌ای که در اینجا گذراندیم در نامه اعمال حسنات ما وزین گردانده باشد. حالا انشاءالله با اجازه صاحبان محفل از دامنای محترم دامنا محمد الله خواهش میکنیم که دعای دسترخوان، دعای آنهایی که خدمت کردن فرموده باشند و بعد او انشاءالله از قاری اینهم جان انشاءالله خواهش میکنیم که چند از آیات کلام الله تلاوت فرموده باشند و با همین انشاءالله محفل ما به اتمام میرسد. بار دیگر مهمانان خوش آمدید، بر خدماتون حسنات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم يا محول الحال والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. اللهم يا مسبب الاسباب. اللهم يا مدبر الليل والنهار. اللهم يا مقلب القلوب والابصار صرف قلوبنا الى دينك والى طاعتك. الله ذوالجلال خاندان بابا انس پرفیض و برکات بگرداند و برادری خیلی عزیزمان حاج خالد جان همراه فرزندش عمری درازی با برکاتی با توفیق عطا بفرماید و همه ما و شما حاضری که دست برداشته ایم الله ذوالجلال محبت ایمان، اسلام، توفیق، قرآن در قلب‌هایمان جایگزین بگرداند و همه مراد و مقصودهای نیک دنیوی و اخروی ما و شما را الله ذوالجلال برآورده خیر بگرداند. ربنا تقبل دعاءنا واغفر لي يا رحمن ذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك. قل اللهم مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
رب العالمين. الحمد لله والصلاة على رسول الله. اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلم جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل قرآننا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وعلى الخيرات كلها واتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. پروردگارا خیر برادر و درگاهش قبول گردانیده در نام عمل کتاب دستگیر و زکمال. پروردگارا گذشتگیان را غریق رحمت شایسته جانب خودشان را و اولادشان را تا روز قیامت در راه صراط مستقیم هدایت کند. پروردگار از جميع بناهای آسمانی زمین در کنار اسمت گردان توفیق در بندگی استقامت در شهر و خواندن انصاف تحقیق و صلی الله تعالی علی خیر محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رحمت